شرکت تالکو به خاطر حل مشکلات اقتصادی خود از حکومت تاجیکستان کارکرد کانهای کنچاج و چولبوی واقع در ناحیه عینی را به ذخیره 32 تن طلا درخواست کرده و حکومت کشور این درخواست را پذیرفت. ایگور ساتاروف سخنگوی تالکو روز 21 دکبر به رادیوی آزادی گفت قرار آماده کردن مجوز کارکرد دو کان مدنی مفصول به کنچاج و چولبویی ناحیه عینی به تصویب رسیده است و این کانها از طرف تالکو مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. طور کارخانه تالکو خبر می‌دهد در کارهای حکومت کشور ذکر شده است که حکومت کشور این کانها را برای 25 سال به اختیار کارخانه مذکور خواهد گذاشت. در حال حاضر حکومت تاجیکستان تالکو را موظف کرده است که طی 2 ماه آینده بنیادهای مسئول حکومتی نقشه تهیه مجوز را آماده نموده و به حکومت پیشنهاد کنند. جناب ساتاروف گفت فعلا تالکو توانی به تنها کارکرد اشتراک این کانهای بزرگ مدنی را ندارد و برای جلب سرمایه گذاران تلاش خواهد کرد. کانهای کنچاج و چولبویی در ناحیه عینی دارای معدن‌های مهم از جمله طلا، نقره، سیما و دیگر انواع معدنی بوده تنها ذخیره طلای آنها بیش از 32 تن ارزیابی می شود.